نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم با قسمت دیگری از برنامه آن روی سکه. در برنامه امروز در مورد رافضه‌گری و ارتداد که دو روی یک سکه است صحبت خواهیم کرد. همچنین یکی از مشترکات بین روافض و ملحدین رو در این برنامه بیان می‌کنیم و اون دشمنی با قرآن کریم است. قبل از اینکه وارد موضوع بشم یک نکته رو خدمت شما عزیزان در اینجا باید بیان بکنم. این که وقتی ما میگیم رافضه، منظور ما عموم برادران و خواهران عزیز شیعه نیست. روافض یک اصطلاح شرعی است. رافضه و روافض، رافضه‌گری به گروهی از منتسبین به اسلام اطلاق میشه که قائل به تحریف قرآن هستند و با اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم عداوت و کینه و دشمنی دارند و به ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها تهمت میبندند و ایشان و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم رو لعن و نفرین میکنند، به الله سبحانه و تعالی شرک می‌ورزند و دیگران رو من دون الله رو به جای الله سبحانه و تعالی در دعا و در مناجات میخوانند، از آنها طلب حاجات خود را میکنند. روافض ما به اینها میگیم و منظور عموم شیعیان نیست که این مشکلاتی که ذکر کردم رو ندارن یا به این مسائل اعتقاد ندارن. اما متاسفانه امروز سخنگوی عموم شیعیان روافض شدند. امروز روافض هستند که این مکتب رو به دست گرفتن و نمایندگی میکنن از این مکتب و از این مذهب. به هر صورت آنچه که در برنامه امروز بیان می شود اعتقادات روافض هست و این یک میزان است که کسانی که خواسته یا نخواسته مبتلا شدن به این بیماری رافضه‌گری خودشون رو علاج بکنن. چرا میگیم که رافضه و رافضه‌گری و مرتدین و ملحدین دو روی یک سکه هستند؟ یکی از ویژگی های اینها دشمنی با قرآن کریم است. روافض از بین فرقه های منتسب به اسلام تنها فرقه هستند که قائل به تحریف قرآن هستند. میگویند که قرآن کریم تحریف شده. قرآن کریم بیش از 18,000 آیه بوده. صحابه اومدن آیات قرآن رو حذف کردن و در این کتابی که امروز در دست ما هست تقریباً 2/3 به اصطلاح از بین رفته توسط صحابه و حاشا و کلا که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این کار انجام داده باشند. اما این یکی از صفات روافض است و کیا رو متهم میکنن؟ ناقلین دین رو، کسانی که دین رو برای ما نقل کردن، اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. هدف چی است؟ هدف زدن اسلام هست. وقتی که شما به ناقلین اسلام و ناقلان دین اعتمادتون رو از دست بدهید،
طبیعتاً این دین رو و این کتاب رو و این پیامبر بزرگی رو که به عنوان خاتم الانبیا الله سبحانه و تعالی برای ما فرستاد، از اینها سلب اعتماد صورت میگیرد. چون وقتی ناقلین دین علیه بالله خیانت کرده باشند، دیگه نمی شود به هیچ چیز این دین اعتماد کرد. این اعتقاد روافض در مورد قرآن کریم است که انشاءالله در برنامه امروز با شواهد و با کلیپ ها در موردش صحبت خواهیم کرد. ملحدین و مرتدین هم اگر متوجه شده باشید دشمنی عجیبی با این کتاب دارن، با قرآن کریم. از شبهه پراکنی که حالا تقریبا میشه گفت از صدر اسلام شروع شد و پدیده الحاد و ارتداد یک پدیده جدید نیست. در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حتی در بین مشرکین مکه هم کسانی بودند که به الله سبحانه و تعالی اعتقاد نداشتند و سعی می‌کردند که وجود الله سبحانه و تعالی رو زیر سوال ببرن. به طور مثال الله سبحانه و تعالی در آیه 78 سوره یاسین، در اینجا این آیه رو ببینیم با هم: و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، برای ما مثال میزند و خلقت خود را فراموش می کند. قال من یحیی العظام و هی رمیم، گفت که این استخوان‌ها را دوباره کی زنده می کند؟ این استخوان‌هایی که امروز پوسیده شدن، پودر شدن، از بین رفتن، آیا خالق وجود دارد که اینها رو دوباره زنده می کند؟ الله سبحانه و تعالی این آیه رو در مورد یکی از کسانی که ملحد بودند در بین مشرکین زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان می کند و در جواب می گوید که قال یحییها الذی انشأ اول مره و هو بكل خلق علیم. بگو ای محمد صلی الله علیه و سلم، همان ذاتی که آن را آفرید دوباره آن را زنده می کند. خب همین انسان از چه آفریده شد؟ پدر و مادری از همین خاک غذاهایی رو میخورند، در بدن اونها تبدیل به منی و تخمدان میشود، تخمک میشود، بعد از اون اینا بارور میشود و انسان به وجود میاد. در حقیقت خلقت انسان از همین خاک است و از همین موجود بیجانی که شاید در ترکیب اون همین استخوان‌های پوسیده هم باشد و معادن باشد و چیزایی که ما اونها رو بیجان فکر میکنیم. الله سبحانه و تعالی خیلی جواب علمی و منطقی میداد، میگه همون کسی که اول این رو از عدم پیدا کرد یا از همین خاک پیدا کرد، دوباره آن را میتواند زنده بکند. و این سلسله همینطور ادامه داشت. اگر به یاد داشته باشید ما قبل از رمضان یک سری کلیپ هایی رو از یکی از ملحدین به نام کاوش پخش کردیم و یک سری دروغ ها و شبهاتی رو که بیان کرده بود پاسخ دادیم که بعداً گفتن که آقا ما میخوایم مناظره بکنیم. گفتیم که باش، ما حاضریم که در یکی از برنامه زنگ بزنید و با شما گفتگو بکنیم. البته نه مناظره ای که ما به اونها وقت بدیم، گفتیم گفتگو میکنیم، شما شبهتون رو در نیم ساعت بیان کن، من شاید در 10 دقیقه جواب دادم، در 10 دقیقه بیان بکن، شاید در 1 دقیقه جواب دادم، شما در 1 دقیقه شبهه رو بیان بکنی، شاید من در نیم ساعت جواب دادم. طبیعتاً تقسیم وقت در مناظرات مثل این، گفتگوهای مثل این کار منطقی نیست و نتیجه‌ای هم نداده. یعنی در این 10-15 سالی که ما در رسانه ها هستیم دیدیم که اکثر این مناظرات بی نتیجه مانده. طرف اومده در وقت خودش 10 تا شبهه بیان کرده و طرف مقابل فرصت نکرده که به همه اونها جواب بده. هدف از مناظره رد یک شبهه‌ای بوده که در جریان مناظره 10 تا شبهه دیگه در ذهن بیننده ایجاد کرده. به خاطر همین ما قائل بر این هستیم که گفتگو باشه، دیالوگ باشه، شبهه‌ای داری و حرفی برای گفتن داری، بیا بیان بکن و جواب بشنو. چون که داد و بیداد را مینداختن که آقا کسی نیست جواب ما رو بده، ما اومدیم، حرفای گنده تر از خودشون، بزرگتر از خودشون که ما
میخوایم این دین رو نابود بکنیم و مردم رو فلان بکنیم. یعنی از صدر اسلام تا حالا هزاران نفر، صدها هزار نفر، میلیون ها نفر اومدن، همینطور به زوالدان تاریخ رفتن و این دین با عزت و وقار و مجد و عظمتش همچنان باقی است. یک نکته دیگری که در اینجا در مورد ملحدین خدمت شما عزیزان بیان بکنم که از بین همه ادیان که وجود دارد، چه ادیان آسمانی مانند یهودیت و نصرانیت یا مسیحیت و چه ادیان خرافه‌ای که وجود دارد، حالا مثلا هندوها هستند، در بین خودشون شاید بیش از 700-800 گروه باشن، از سوسک و موش و گربه و مار و میمون و تمساح و هرچه حیواناتی که هست، شما می توانید برای این حیوانات تعدادی رو پیدا بکنید. مثلا در هندوستانی که بیش از حدود 1 میلیارد جمعیت دارد که تعدادی هستن که اینا رو میپرستن، کسایی هستن که سنگ و کلوخ میپرستن، کسایی هستن که حتی آلت تناسلی مرد و زن رو میپرستن، سیک ها هستن، بودایی ها هستن، شیطان پرست ها هستن، آتش پرست ها هستن. یعنی فرقه های گوناگونی در دنیا وجود دارد، شاید 10,000 هزار دین و مذهب و اندیشه در دنیا وجود داشته باشد، اما ملحد با هیچ کدام از اینها کار نداره. مثلا هیچ وقت ملحد رو دیدید که مثلا بیاد در مورد کسی که گاو میپرسته، موش میپرسته، یک سنگ و کلوخ میپرسته در مورد اونا صحبت بکند؟ نه، کل زوم کردن بر اسلام. یکی از دلایلش این است چون اسلام دین خشونت است، چون در اسلام قتل است و کشتار است و فلان است و این است، در حالی که در یهودیت و در مسیحیت و در تورات و انجیل تحریف شده آیاتی که امر به کشتار مخالفین میکنه به مراتب بیشتر از قرآن کریم است، در حالی که در قرآن کریم همه آیاتی که در مورد قتل و کشتار اومده همه اینا تعبیل و تفسیر داره. اینطوری نیست که هر انسان بیگناهی رو در دین اسلام امر به قتل شده باشه، برعکس در کتاب‌های ادیان دیگر عموم مخالفین رو امر کردن که باید کشته بشه و دلایلش هم وجود داره که فعلا در این برنامه محل بحث ما نیست. از بین همه فرقه هایی که در اسلام وجود داره، ملحدین زوم کردن بالای اهل سنت. قرآن کریم، بخاری، مسلم، کتب احادیث، زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم و زندگی صحابه، وجوه مشترکی در بینشون وجود داره. مثلا دشمنی که ملحدین با قرآن دارن دقیقاً مانند همان بیمهری و بی‌توجهی است که روافض به قرآن کریم دارن. دشمنی که با صحابه دارن و خاصتاً دشمنی که با خلفای راشدین دارن، مثلا دشمنی که ملحد با عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه دارد کمتر از دشمنی روافض با او نیست. سبحان الله. یعنی ببینید حتی در صحبتاشون، در بیانشون، در توهینها، اهانتاشون، همان صحابه ای رو که شیعه مورد طعن و لعن قرار میدن، ملحدین هم روی همونها زوم کردن، چون منشأ الحاد از بین رافضه‌گری است. امروز ببینید در اروپا، در آمریکا، تلویزیون هایی که بر علیه اسلام فعالیت میکنن، اکثرشون میشه گفت 99 درصدشون شیعیان ایرانی هستن، روافض ایرانی هستن که رفتن در اروپا و آمریکا ملحد شدن، بیدین شدن یا مسیحی شدن و دارن بر علیه اسلام تبلیغ میکنن. تنها کارشون در این خلاصه نمیشه که حالا مثلا یک تلویزیونی بزنن، یک برنامه‌ای بزنن در سوشال میدیا، بیان در اونجا بر علیه اسلام صحبت بکنن. آتش زدن قرآن، کاریکاتور پیامبر صلی الله علیه و سلم، اینها همه نشان دهنده یک حقد و کینه درونی است که در اینها وجود داره و چون اهل علم و منطق و عقل و شعور نیستن، همونطوری که الله متعال میفرماید اولئک کالانعام بل هم اضل، مانند چارپایان بلکه گمراه تر هستند. این صفت ملحد است. ملحد عقل، منطق، و انسانی که عقل و منطق داشته باشه نمیاد یک کتابی رو آتش بزنه. به طور مثال من امروز به تورات و انجیل اعتقاد ندارم.
تورات و انجیلی که بر موسی و عیسی علیهم السلام نازل شده رو قبول دارم به عنوان کتب آسمانی، اما تورات و انجیلی که امروز وجود دارد رو به عنوان کتب آسمانی قبول ندارم. میگم اینا تحریف شده، اما در کتابخانه من هست، مطالعه میکنم، گاهی اوقات محل شاهدی باشه بهش مراجعه میکنم. من به عقیده کمونیستی، به عقیده الحاد اعتقاد ندارم، اما کتب نویسنده هایی که افکار مارکسیستی داشتن، افکار کمونیستی داشتن، افکار لنین داشتن، اینها رو کتاباشون رو دارم، مطالعه میکنم. گاهی اوقات انسان نیاز دارد وقتی میخواید به یک شبهه‌ای پاسخ بدهید، باید اول اصل اون شبهه رو از مصدرش مطالعه بکنید، بفهمید. چون من هیچ وقت در رد بر مخالفین اعتقاد اهل سنت به ردودی که اهل سنت نوشتن مراجعه نمی کنم الا برای ضرورت. اصل باید بری این شبهه رو از کتب خود اونها ببینی، متیقن بشی که واقعا اینا همچین اعتقادی داشتن تا بیایید بتونید به شکل واضح و صریح و مناسب و علمی به این شبهه پاسخ بدهید. متاسفانه اینها با خودشون درگیرن. اینها یک ملحد، یک رافضی با عقل درگیر است، با فطرت سالم درگیر است، اصلا با خودش درگیر است. مثلا شبهه بیان میکنه، شبهش رو پاسخ میدی، فردا میاد یک شبهه دیگری بیان میکنه. این انسان بیمار است، این انسان دنبال حق نیست. انسانی که دنبال حق هست، به طور مثال من در این که مثلا این دیوان از خاک ساخته شده باشه شک دارم. یک کسی که مثلا در کار کلالی است اینا میاد ثابت میکنه که برای این دیوان رو خاک رو میگیرن، تبدیل به گل میکنن، در کوره میپزن، بعد بهش از این لعاب و اینا میزنن و تبدیل میشه به این دیوان. وقتی با دلیل برای من ثابت میکنه قبول میکنم. انسانی که این رو قبول نکنه یعنی چی؟ یعنی عقل نداره، منطق نداره، شعور نداره. اینا اینطوری هستند. شما هر شبهه‌ای رو که در طول 1400 سال به اینها پاسخ داده شده، قرآن پاسخ داده، سنت پاسخ داده، صحابه پاسخ دادن، مفسرین، محدثین پاسخ دادن، علمای دین پاسخ دادن، اما اینها باز همون شبهه رو مانند گاوی که دیده باشید غذا میخوره، میشینه گوشه نشخوار میکنه، دوباره همون رو نشخوار میکنن و تکرار میکنن. یعنی به این معنی که این طرف عقل و شعور نداره، با خودش درگیر است، نمیخواد اصلا حق رو قبول بکنه و با عقل و منطق هم درگیر است. چون به طور مثال قرآن رو تو قبول نداری، بر علیه قرآن صحبت میکنی، بعد میگه قرآن رو آتیش میزنی، به قرآن توهین میکنی. کسی که به یک کتابی توهین میکنه و اون رو پاره میکنه و اون رو آتیش میزنه، نشان دهنده این است که این عقل و شعور و منطق و علم نداره. چون بالفرضی که شما ادعا میکنید اگر امین کتاب آسمانی هم نباشه، حداقل کتابی است که در راستای اصلاح و تربیت یک جامعه نقش فعالی داشته و این رو عقلای غیر مسلمان تایید کردن. به طور مثال 100 نفر از انسانهای عظیمی که در اصلاح بشریت نقش داشتن رو شما اگر کتابی که یک کافر نوشته، یک غیر مسلمان نوشته باز بکنید، شخصیت اول رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اما اینها میان بدترین توهین‌ها و اهانت‌ها رو به رسول الله صلی الله علیه و سلم و به قرآن کریم میکنن. وانگهی کار یک ملحد تنها به انکار الله سبحانه و تعالی تمام نمیشه. خب برو الله رو انکار کرد، بشینه گوشه به زندگی خودش ادامه بده. نه، شروع میکنه به فحاشی کردن، به توهین کردن، به اهانت کردن. من خیلی دوستان میگفتم که مثلا این کاوش و جماعتش اهل بحث و مناظره و گفتگو نیستن، بیادبن، بی‌تربیتن، باورشون نمیشد. اون کلیپی رو که من هفته گذشته پخش کردم، آقا در یک برنامه بالفرض ما به تو قول مناظره دادیم و تلفن تو رو جواب ندادیم، آیا این سبب میشه که تو بیای بدترین توهین ها و زشترین فحش ها رو بدی به طرف مقابل؟ یعنی این چه عقلی است، این چه منطقی است، این چه فکر و اندیشه ای است، این چه آزاد اندیشی است؟ اینا آزاد اندیش نیستن، اینا در زندان بیشعوری، در زندان بیعقلی، در زندان حیوانیت گرفتارن و تنها
سخن راستی رو که از اینها میتونید بشنوید این است که میگن که از نسل میمون هستن. واقعا این رو الله سبحانه و تعالی هم تایید میکنه در قرآن کریم، میگه اولئک کالانعام بل هم اضل، مانند چارپایان هستند بلکه گمراه ترند. اینها در این زمینه از نگاه عقل و شعور میمون زاده هستند، حیوان زاده هستند. در این تنشات سخن درستی باشه که شما میتوانید از اینها بشنوید. و اینها انسان‌های روانی هستند. اکثر اینها انسان‌هایی هستند که در زندگیشون یک اتفاقی افتاده براشون، حالا شاید به اسم دین کسی اذیت و آزاری به اینها رسانده باشه، اینا عقده‌ای شدن، روانی شدن و همه اینها رو به پای دین و به پای یک فکر و اندیشه می نویسن. اینها نیاز دارن که برن به یک روانشناس مراجعه بکنن و خودشون رو علاج بکنن. باور کنید اکثر اینها انسان‌های روانی هستن. از حرکت‌هاشون، از صحبت‌هاشون، از کوره در رفتن‌هاشون، از توهین‌ها و اهانت‌هاشون نتیجه میگیریم که اینا انسان‌های روانی هستن. حتی مثلا یک شبهه رو مطرح میکنه، یک انسانی که به دنبال علم و عقل و منطق باشه، وقتی شبهه رو مطرح میکنی بیا جوابش رو بشنو، جواب طرف مقابل رو بشنو، در صورتی که قانع نشدی بعد بیا نتیجه گیری کن. اینا شبهه رو مطرح میکنن، نتیجه گیری میکنن، یعنی خودشون میبافن، خودشون میدوزن و خودشون میپوشن و همه کارم خودشون هستن و در آخر خودشون هم قضاوت میکنن. نکته دیگر این که هیچ شرم و حیایی هم ندارن. شما 100 بار اینها رو بیایی، مثلا در یکی از برنامه اومده گفته که مثلا ماستری خودش رو یا فوق لیسانسش رو از کامبریج سن پترزبورگ روسیه گرفته. مثلا همچین دانشگاهی در روسیه اصلا وجود نداره، خاصا در شهر سن پترزبورگ اصلا وجود نداره. یک دروغی رو گفته، حالا بیاد بگه که چرا این دروغ رو گفته؟ نه اصلا این انگار اتفاقی نیفتاده دنیا، همه چیز خیر و خیرت است و در پی حق و حقیقت هم نیستن. یعنی شما بگید که شما بیاید دین رو، خدا رو، پیغمبر رو، قرآن رو، شبهات اینا رو همه رو پاسخ بدهی، اینا میان مسلمان میشن؟ نه. الله متعال در وصف اینا در قرآن کریم میگه انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، چه آنها را بترسانی چه نترسانی، برای اونها حق رو بیان بکنی یا نکنی، لا یؤمنون، ایمان نمی آورن. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. الله سبحانه و تعالی بر قلب‌های اینا مهر نهاده و بر گوش‌های اینها مهر نهاده و بر چشمای اینها پرده است، حق رو نمی‌بینن. شما 100 که بیاید اینجا براشون وقت بگذارید، اینها حق و حقیقت رو نمی‌بینن و بزرگترین دشمنی اینها با قرآن کریم است، با کتابی که همیشه عقل و منطق بشر رو خطاب قرار داده. شما مثلا آیاتی که آیات مکی است، این آیات رو اگر که شما مطالعه بکنید اکثرا میبینید که عقل و منطق انسانها رو مورد خطاب قرار میدهد و اونها رو به تفکر وامی دارد و از اونها میخواهد که در آسمان ها و در زمین تفکر بکنن، تعقل بکنن. به طور مثال در همین اول قرآن کریم در سوره بقره الله سبحانه و تعالی میفرماید که دوستان اگر نشون بدن ان فی خلق السماوات والارض، همانا در آفرینش آسمان ها و زمین، و اختلاف اللیل و النهار، و اختلاف شب و روز، و الفلک التي تجری فی البحر بما ینفع الناس، و این کشتی هایی که در دریاها روان هستند که نفع میرسانند، فایده میرسانند برای مردم. و ما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، و این آبی که الله از آسمان نازل میکنه و زمین رو بعد از اینکه مرده است دوباره زنده میکنه. و بث فیها من کل دابه، و چارپایان را، جنبندگان را در زمین پراکنده کرده است. و تصریف الریاح، و اینکه مسیر بادها رو در میان آسمان ها و زمین، و تصریف الریاح و السحاب المسخر بین السماء والارض، و این بادها رو و ابرهایی که در بین آسمان ها و زمین مسخر شدند. لآیات لقوم یعقلون،
همه اینهایی که ذکر شد، ببینید همه اینها پدیده های جیولوژی هست، پدیده های بیولوژی است در زمین و در آسمان که الله سبحانه و تعالی از ما دعوت میکنه که در مورد اینها فکر بکنیم، از عقلمون، از منطقمون کار بگیریم، تفکر بکنیم، تدبر بکنیم. همه اینها چی است؟ نشانه هایی از وجود خالقی است که اینها رو چیکار کرده؟ منظم و مرتب کرده. و شاعر فارسی هم چه خوب جالب میگه که برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. یک برگی که امروز شما در درخت میبینید هیچ اهمیتی براش قائل نیستید، میفته انتو زیر پا لگد میکنید رد میشید. هر برگ درخت در اون یک کارخانه هست. شما مثلا یک کارخانه‌ای که بخواد یک موادی رو تهیه بکنه، ببینید که مثلا حداقل یک 200-300 متر زمین رو میگیرن، دستگاه‌های بزرگی رو در اونجا نصب میکنن، آب و برق و کارگر، تا آخر چی میشه؟ مثلا در یک شیشه یک آب میوه یا یک شکلاتی یک چیزی رو تهیه میکنن. همین برگ درختان، هر برگ درخت داخلش یک کارخانه است. کارخانه هاست که با ترکیب نور آفتاب و آب و مواد معدنی و مواد غذایی که از زمین میگیره از طریق ریشه درختان در برگ ها، اینا تبدیل به موادی میشه که از اون میوه های خوشمزه برای انسان ها درست میشه. فقط تفکر و تعقل در یک برگ درخت کافی است که انسان به وجود خالق یکتایی که اینها رو خلق کرده پی ببره. اما بریم که روافض و دشمنیشون با قرآن کریم و دوریشون از قرآن کریم. همه شما عزیزان میدانید که یکی از گروه های اسلامی که اهمیتی برای قرآن قائل نیستند و اصلا قرآن در حوزه های اینها، در مدارس دینی اینها اهمیتی نداره، منطق و فلسفه و نمیدونم 1001 خزعبلات دیگری رو میخوانن اما به قرآن اهمیت نمیدن، روافض هستن. شاید یک از دوستان بگه که آها شما نمیبینید این مسابقات قرآنی رو که اینها درست میکنن، به این حسن تلاوتی که درست میکنن، نمیدونم جایزه های قرآنی که میگذارن، دعوت های قرآنی که میگذارن، چه فایده از اینا؟ میلیون ها نفر میشینن پای تلویزیون نگاه میکنن، طرف اومده در گاهی اوقات همون قواعد تجوید و ترتیل قرآن رو هم زیر پا میگذارن، با صدای خوش میاد قرآن میخوانه. اما بعد سپس چی شد؟ هیچ. اکثر اون کسایی که دیدن بگید خب همون سوره حمد و ترجمه کاملش رو بیان بکن، بلد نیست. و این یکی از نشانه های قیامت که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکنن که در آخر الزمان یکی از نشانه های قیامت این است که قاریان قرآن زیاد میشن. تلاوت ها قاری، ببینید قاری میاد اونجا شروع میکنه با تجوید، مثلا تجوید طریقه تجوید که به اصطلاح به طریقه عبدالباسط معروف است، عبدالباسط عبدالصمد رحمه الله، نشستن تا که اون میکشه یک آیه رو 2-3 بار تکرار میکنه، الله 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 الله. خاک تو سرت، فهمیدی که این چی گفت؟ معنیشو میفهمی؟ تفسیرشو میفهمی؟ نه، فقط همون لحن آوازش خوشش میاد. این از علامات قیامت است. ببینیم جایگاه قرآن در حوزه های شیعه رو، این کلیپی که از خودشون است ما درست نکردیم. در ساختار حوزه هم قرآن جا نداره و وارد نشده. این ادعای شماست فقط؟ من بعد از این که مردم استقبال کردن و تشویق کردن و چه حرف جدیدی، برای من عجیب بود که میگفتم واقعا این حرف جدیدیه؟ مگه من فقط این حرف رو زدم؟ یعنی فقط حرف شما نبود؟ میخوام یه چند تا جمله بگم. رهبر انقلاب یه سخنرانی سال 70 دارم، 33 سال پیش، 34 سال پیش. خب من اون رو عرض کنم خدمتون. بعد این انزوای قرآن در حوزه های علمیه، انزوای قرآن در نهاد دینی،
و عدم انس ما با قرآن برای ما خیلی مشکلات درست کرده است و بعد از این هم خواهد کرد و به ما تنگ نظری خواهد داد. این نکته جالبیه که حضرت آقا میفرمایند که قرآن وقتی منزوی میشه تنگ نظر میشن افراد. این خیلی نکته مهمیه، فعلا بهش نمیپردازم. بعد ایشون یک خاطره ای رو از قبل از انقلاب تعریف میکنن، سال 70. من یک وقت در سالهای قبل از انقلاب در مشهد، یعنی ایشون نظر قبل از انقلابش این بوده، من یک وقت در سالهای قبل از انقلاب در مشهد در درس تفسیر به طلبه ها میگفتم که ما از اول بدان ایدک الله، بدان ایدک الله اولین جمله‌ایه که طلبه ها تو حوزه میخونن، یعنی بای بسم الله، تا وقتی که ورقه اجتهادمان را میگیریم، یعنی از 0 تا 100 حوزه، می توانیم حتی یک بار به قرآن مراجعه نکنیم. این حرف حضرت آقاست، خاطره ایه که سال 1370 دارن تعریف میکنن از قبل از انقلاب. یعنی وضع درسی ما اینطوریست که اگر طلبه‌ای از ابتدا حتی یک بار به قرآن مراجعه نکند، میتواند همین رشته ما را از اول تا آخر سیر کند، مجتهد بشود. چرا؟ چون درس ما، درس طلبگی ما اصلاً از قرآن عبور نمی کند. بعد ایشون این عبارت رو متاسفانه حالا هم که نگاه میکنم میبینم همانطور است، یعنی رویه فرقی نکرده. بعد رهبر انقلاب فرمودن 4-5 روز پیش، همین 4-5 روز پیش 4-5 روز پیش دوباره همین جمله رو فرمودن که بنده قبل از انقلاب یک سر و کار مختصری با کارهای قرآنی داشتم، به طلبه ها میگفتم وضع حوزه ما اینجوریست که از بدان یدک الله که شروع میکنیم تا وقتی اجازه اجتهاد میگیریم، در طول این سالها میتوانیم حتی یک بار احتیاج پیدا نکنیم به این که بلند شویم از روی تاقچه قرآن را برداریم نگاه کنیم. یعنی اگر یک قرآن روی تاقچه یه طلبه باشه، در کل عمر حوزویش میتونه یک بار اونو باز نکنه ببینه، و میتونه تا 100 هم پیش بره، تا 100 هم پیش بره، تاقچه هم 2 قدمیش باشه. مگر همان مقداری که در کتاب ادبیات در مغنی یا در سیوطی مانند اینها مثال های قرآنی هست، و الا نه در فقهمان، نه در ادبیاتمان، نه در تحقیقات اصولیمان احتیاجی به این پیدا نمی کنیم که بلند شویم قرآن را برداریم نگاه کنیم ببینیم مثلا چه آیه‌ای در قرآن درباره این موضوع می شود پیدا کرد یا قرآن چه گفته. این عیب حوزه است. این نظر 4-5 روز پیش رهبر انقلاب. اگر اجازه بدید من یک جمله از خود حضرت آیت الله جوادی آملی عرض کنم خدمت. مستحضرید که ضرورت حضور قرآن در جامعه از راه حوزه باید باشد. یعنی ما حوزوی‌ها باید قرآنی بشیم تا جامعه قرآنی بشه. حوزه هم علوم فراوانی دارد، منتها آنها جنبی اند. رکن اساسیش فقه و اصول است. علوم اصلی و عنصر اصلی و رگ حیات و حوزه هم فقه و اصول است. درست هم ایشون میفهم. اصول از اول تا آخر هیچ ارتباطی با قرآن ندارد. من سکوت میکنم که بیننده ها ببینن آقا این بزرگان حوزه ایمان دارن اینا رو میگن. ممکن است کسی در تمام مدت عمر اصلا قرآن را ندیده باشد و در اصول مجتهد باشد. این حوزه. بعد یه سری بحث فنیشون توضیح میدن. بعد میفرمایند پس جلد اول و جلد دوم کفایه را 10 بار شما تدریس کنید، یک آیه در آن نیست که علم اصول به آن تکیه کند. هیچ.
این یک عنصر اصلی حوزه است. تمام. فقه چرا؟ آیات هست، اما اگر هم آیات در یک مسئله باشد یا مطلق است یا عام، بعد ایشون میفرماید شما اول تا آخر فقه را تدریس کردید و میکنید، ببینید کجا فقط به یک آیه تمسک کرده باشد، یعنی با یک آیه فتوا داده باشد. بعد این جمله آیت الله جوادی آملیه و من دارم از رو میخونم. حوزه یعنی حوزه، ایشون همین عبارت رو دارن میگن حوزه یعنی حوزه، هیچ یعنی هیچ، کاری با قرآن ندارد. دوستان عزیز، شاهدی از خودشون و شاهد من اهلیه. سبب این همه بدبختی و عداوت، دشمنی، تفرقه در بین امت اسلامی حوزه هایی است که در اونجا قرآن هیچ جایگاهی ندارد. البته حالا به شکل سمبولیک یا نمایشی بگیم به اصطلاح، بعد از انقلاب گویا که توجه به قرآن به شکل سوری آغاز شده، اما قبل از انقلاب که اصلاً، یعنی اولین کسی که میگن قرآن رو وارد حوزه علمیه کرد آیت الله طالقانی بود یا آیت الله گلپایگانی، دقیقاً نمیدونم، در دهه 30 و 40 هجری شمسی. هفته گذشته اگر به یاد داشته باشید یک عنوان جنجالی هم داشتیم، مناظره با شیخ صالح پردل، الله مطالب سش کنه، و یک جوانکی از گروه مرداب شیعه ادعا کرده بود که آقا میخواد با شیخ صالح پردل مناظره بکنه. با انسانی که حافظ قرآن هست و عمرش رو در تفسیر قرآن، در علوم قرآن، در دعوت به قرآن و در نشر قرآن در جامعه اهل سنت در ایران و خارج از ایران صرف کرده، آقا من میخوام با این مناظره بکنم. بعد سطح سواد علمی این جوانک رو شما در مورد قرآن ببینید. خب اینا زباله های همین حوزه هستند دیگه، همین حوزه علمی که در اونجا قرآن جایگاهی ندارد. این کلیپ رو هم با هم ببینیم. خب جناب آقای موحد حضرت عالی یک شعری میخونید همیشه زمانی که میرسه بحث اهل بیت و زمانی که حق اهل بیت خورده میشه، شما این شعر رو میخونید از آل شیخ که میگه امتی بودن که رفتند و غیر. حالا متن عربی میخونید، من دقیقاً متن عربیش رو نمیدونم چیه. خدمتتون عرض کنم که آقای موحد میخونم آل شیخ هم این شعر رو خونده. چه شعری؟ منظور بنده این همین شعری که میگید امتی بودن که رفتند. حالا مضمونش بله این شعر آیه قرآن. آره این حالا این جواب. حالا خدمتتون عرض کنم که جناب آقای آیه قرآن نه من نمیدونستم. ای وای نمیدونستم. قرآن دو بار در قرآن این آیه اومده، شما چطور آیه قرآن رو نمیدونید و میخواید در موردش صحبت بکنید، در مورد دفاع کنید از اهل بیت؟ این آیه قرآن شعر آل شیخ کدومه برادر من نمیدونستم. من فکر کردم این شعر جناب آقای ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون. دو بار تو سوره بقره اومده. خب معلومه که وقتی شما قرآن رو نمیخونید میخواید از اهل بیت دفاع کنید. تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون. مثلا این آقا اومده بود درخواست مناظره کرده بود که من میخوام با شیخ صالح پردل مناظره بکنم. این سطح سواده. آیه قرآن رو میگه، شعری که از آل شیخ هست. خب اینا کیا هستن؟ اینا زباله های همین حوزه های علمیه هستن که قرآن در اونجا جایگاهی نداره و طرف آیه قرآن رو که براش میخونی فکر میکنه که شعر است.
یک سری هم اگر که شما به کتاب‌های شیعه بزنید که روایاتی منسوب به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم در کتاب‌های اینها وجود داره، گویا که اونها میدونستن که مدعیان دروغین محبت اونها در آخر الزمان قرآن رو رها میکنن، به قرآن اهمیتی نمیدن. ببینید که در این مورد چی میگن. این کتاب کافی است، در جلد 1 صفحه 69 در روایت شماره 2 سألت ابا عبدالله، میگه از ابا عبدالله یعنی امام جعفر صادق پرسیدم عن اختلاف الحدیث و یرویه من نثق به و منهم من لا نثق به. روایت حدیث میشه شما، کسایی هستن که ما به اونها اعتماد داریم، کسایی هستن که اعتماد نداریم. ایشان چی گفتن؟ اذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهدا من کتاب الله او قول رسول الله صلی الله علیه و سلم و الا فالذی جاء به اولا به. میگه اگر حدیثی بر شما آمد، شما شاهدی در کتاب الله یا در سنت رسول الله پیدا کردید، اون رو بگیرید. حالا روایات و احادیث و دین و مذهب و اعتقادات اینها چند درصد با قرآن و حدیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم سازگاری دارد؟ در روایت 3 بازم از ابا عبدالله امام جعفر صادق میفرمایند که کل شیء مردود الی کتاب الله و سنته و کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف. میگه همه آنچه که بر شما از احادیث روایات میاد، اینا رو به کتاب الله و سنت رسول الله برگردانید. هر حدیثی که موافق کتاب الله نبود به درد نخور است، بی ارزش است، باطل است، دروغ است. و جالب اینجاست که اینها نه تنها این احادیث باطل و مکذوب و دروغ و زخرف رو گرفتن، بلکه برای این که این احادیث رو صحیح جلوه بدن برای مردم، آمدند و به کتاب الله هم توهین کردند، آمدند و قرآن کریم رو هم گفتن که تحریف شده، معجزه جاویدان رسول الله صلی الله علیه و سلم رو هم گفتن تحریف شده است. روایت دیگر در جلد 27 صفحه 123 کتاب تفسیر وسایل شیعه است از حر آملی، روایت 33380 ابو جعفر یعنی امام محمد باقر و ابو عبدالله امام جعفر صادق علیهم السلام لا تصدق علینا الا ما وافق کتاب الله و سنت نبی صلی الله علیه و آله و سلم. میگه قبول نکن، تصدیق نکن حرفایی که به ما نسبت داده میشه الا آنچه که موافق کتاب الله باشد و موافق سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باشد. این تصریح امام باقر و امام جعفر صادق است. تشکر میکنم دوستان عزیز. روایت دیگری هم در وسایل شیعه هست و هم در کتاب عیون اخبار رضا. در اینجا هم از امام رضا روایت است که اذا ورد علیکم من خبرین مختلفین فاعرضوهما علی کتاب الله فما كان في كتاب الله موجودا حلالا و حراما فاتبعوا ما وافق كتاب وما لم يكن في الكتاب فاعرضوا وعلى سنن النبي صلى الله عليه وآله فما كان في السنة موجودا منهيا عنه نهي الحرام او مأمورا به عن الرسول صلى الله عليه وسلم امر الزام فاتبعوا. بر شما 2 حدیث میاد، یکیش موافق کتاب الله هست، یکیش مخالف کتاب الله هست. آنچه که موافق کتاب الله هست بگیرید و آنچه که مخالف کتاب الله هست بگذارید. اگر در کتاب الله نبود، در سنت رسول الله. چرا به ما میگن اهل سنت؟ چون
پیرو واقعی قرآن کریم هستیم، آنچه که در قرآن است بهش عمل میکنیم. اگر در قرآن موضوعی رو پیدا نکردیم مراجعه میکنیم به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. به خاطر همین شما کتب احادیث اهل سنت رو بگردید، 99% فلان ان فلان ان فلان ان فلان قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، ان فلان ان فلان ان فلان ان رسول الله صلی الله علیه و سلم، ان فلان ان فلان ان فلان قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم. همه احادیث ما یا اکثر احادیث ما برمیگرده به کی؟ احادیث صحیح خاصتا اکثرش برمیگرده، همش برمیگرده به رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما 99 در مستقیما از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت میشه. اما بعداً اومدن این روایت امام جعفر صادق و امام محمد باقر و امام رضا رو ببینید و روایتی که بعداً اینها درست کردن در مورد پیروی از هوا و هوسشون. من این روایت رو خدمت شما عزیزان بیارم. امروز روافض به این روایت عمل میکنن. در اونجا دیدید که از امام باقر و امام جعفر صادق و از امام رضا آنچه که موافق قرآن و سنت باشه. دوستان نشون بدن در اصول کافی از یعقوب کلینی، محمد ابن یعقوب کلینی، در صفحه 43 در اینجا روایت جل کردن ما خالف العامه ففیه الرشاد. هر چی که مخالف با عمل اهل سنت باشد رستگاری در امان است. به خاطر هم میبینید همه کاراشون حتی در نماز و وضو و همه چیز، شما از طرف راست شروع کن اون از طرف چپ شروع میکنه، شما بیست اون میشینه، شما بشین اون بلند میشه. یعنی میگن شما مخالفت بکنید با اهل سنت تا که رهیاب شوید، تا که رستگار شوید. برمیگردیم به همون روایت قرآن کریم. کتاب دیگری است مشکات الانوار فی غرر الاخبار. در اینجا هم ببینید روایتی است از ابی عبدالله عن آبائه، امام جعفر صادق از پدرانش، از علی علیه السلام. ان على كل حق حقیقة و على كل صواب نورا فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم فترکوه. سیدنا علی رضی الله تعالی عنه میفرماید که هر آنچه که در هر حق یک حقیقتی وجود دارد و در هر عمل درستی نوری هست، هر آنچه موافق کتاب الله باشد آن را بگیرید، هر آنچه مخالف و ما خالف سنت رسول الله فترکوه، هر آنچه که مخالف سنت رسول الله باشد آن را ترک کنید. و قال رحم الله امرأ حدث عن رسول الله صلی الله علیه وسلم ولم یکذب فاحجم الناس عنه. خداوند رحمت بکند آن کسی که حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را بیان کرد و دروغ نگفت. تشکر میکنم دوستان عزیز. این روایت هایی است که در مورد کتاب الله و التزام به کتاب الله در سخنان اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم از کتاب‌های خودشون خدمت شما عزیزان بیان کردم. و در گوشه دیگر می‌بینیم که اینها توهین‌های عجیب و غریبی که به دشمنان اسلام در لباس شاگردان اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم
به نام راویان مذهب شیعه در کتاب‌های اینها روایت‌هایی رو که ساختن و در این روایت‌ها به قرآن کریم، به ذات اقدس الهی، به رسول الله صلی الله علیه وسلم و به اهل بیت و به رسول الله صلی الله علیه وسلم و اصحابشون توهین و اهانت میکنه. یکی از این کتاب‌هایی که اینها دارن و پنهانش میکنن این کتاب است، کتاب فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب. کتاب کاملی نوشتن در ثابت کردن تحریف شدن کتاب الله از جزایری. در اینجا در این صفحه از کتاب، در صفحه 11 است فکر کنم، در اینجا میگه که و آیاته و على الاختلاف النظم كفصاحة بعض فقراته البالغه حد الاعجاز. میگه بعضی از آیات قرآن رو میبینی که فصاحت داره در حد اعجاز و سخافت بعضها و بعضی از چنان سخیف است، چنان زشت است، و سخافت بعض الاخرى و بعضی از این آیات سخیف است، آیات زشت است، آیات که از فصاحت و بلاغت و از زیبایی خالی است. و در این کتاب صدها روایت جعلی درست کرده در چی؟ در اثبات تحریف قرآن، که یکی از روایت‌هایش همون ان القرآن الذي نزل به جبريل على محمد صلی الله علیه وسلم كان 17,000 آیه. قرآنی که جبرئیل بر محمد صلی الله علیه وسلم نازل کرد 17,000 آیه بود و این یک روایت صحیح در کتاب اصول کافیه این هست. تشکر میکنم از دوستان عزیز. و مثل این توهین ها و اهانت های فراوانی اومده. مثلا در اونجا میبینید که امام معصوم، امام باقر، امام جعفر صادق، امام رضا و امام علی علیهم السلام میان میگن که سخن ما رو بر قرآن عرضه بکنید. اما آقای سیستانی در این محاضرات الرافد فی علم الاصول، محاضرات آیت الله سیستانی، در اینجا در صفحه 15 در اینجا میگه که النسخ و تحدثنا فيه عن امكان صدور النسخ من قبل اهل البيت عليهم السلام للآيات القرآنية والحديث النبوي والحديث المعصوم السابق. میگه در اونجا بیان کردیم که امکان دارد که اهل بیت آیات قرآن را نسخ بکنن. یعنی چی؟ یعنی حکم آیات قرآن رو باطل بکنن و همچنین حدیث پیامبر رو باطل بکنن، نسخ بکنن به حدیث خودشون. مثلا امام میتونه که خداوند در جایی گفته که به طور مثال روزه بگیرید، امام میتونه بگه روزه نگیرید، میتونه آیه قرآن رو نسخ بکنه. و النسخ تشریعی و هو عبارة عن صدور النسخ منهم ابتداء، که این نسخ تشریعی که به عنوان قانونی رو که در اسلام وجود داشته باشه، ائمه معصومین از اهل بیت میتونن چیکار بکنن؟ اون رو نسخ بکنن. مثلا امام جعفر صادق، امام رضا، امام باقر، امام علی علیهم السلام میگه که حرف ما رو به قرآن عرضه بکنید. آقای سیستانی میگه نه خیر، اهل بیت میتونن که قرآن رو نسخ بکنند. پس ببینید که جنایت و فجایع این حوزه های علمیه و آیات اعظام نسبت به دین اسلام و نسبت به آیات قرآن کریم تا چه اندازه‌ای وجود دارد. و روایت هایی که دلیل بر تحریف قرآن از دیدگاه اینا هست که دیگه من بارها خدمت شما عزیزان پخش کردم و
یکی نه دوتا نه، میتوان گفت که عموم علمای شیعه قائل به تحریف قرآن هستند، عمومشون، اکثریتشون، و این جزء اعتقاد اونهاست. یعنی هیچ کس نمیتونه این رو انکار بکنه که تحریف قرآن جزء اصول اعتقاد روافض هست و علمایی که امروز به عنوان علمای شیعه و در اصل روافض هستن، اینها قائل به تحریف قرآن کریم هستند. در این مورد 2 تا کلیپ داریم، این 2 تا کلیپ رو به عنوان میان برنامه ببینید و بعد از اون انشاءالله دوباره برمیگردیم خدمت شما عزیزان و 1 ساعت بعدی برنامه رو انشاءالله اختصاص خواهیم داد به تماس‌های شما عزیزان و نظرات شما بزرگواران در رابطه با موضوع برنامه. با ما همراه باشید. ایمان آخوند به قرآن. اما اینکه چرا اسم علی رو خدا در قرآن صریحاً اسم نبرده و مسئله حیض و نفاس را اسم برد، چون مسئله حیض و نفاس و قرآن بیان کنه شما قرآن رو پاره پاره نمی کن. شما اینین مشکل، شما این. اما اگه اسم علی رو می بود همون جای قرآنتون رو سوراخ می کردید، همون صفحه قرآن رو حذف می کردید، همون آیه قرآن رو از قرآن می کندید. شما حیض و نفاس براتون ارزشمندتر از علیه. شما حاضرین تو قرآن مسئله حیض و نفاس رو تحمل کنین، اما اگه اسم علی رو خدا در قرآن می برد شما قرآن رو هم از بین می بردید. این آخوند ادعا می کند که اگر نام علی رضی الله عنه در قرآن می آمد صحابه آن را حذف می کردند. به همین علت الله متعال اسم علی رضی الله عنه را در قرآن کریم ذکر نکرده است. این چه عقل و منطقی است؟ آیا الله متعال مسئله امامت را که شما اصل دین میشمارید فقط به این خاطر در قرآن کریم ذکر نکرده است که شاید بعضی از بندگانش آن را نپذیرند و حذف کنند؟ آیا الله متعال نمیتوانست قرآن را از تحریف حفظ نماید؟ آیا الله متعال نفرموده است که قرآن را از هر گونه تحریف حفظ می نماید؟ من الله با عظمت قرآن را فرو فرستادم و قطعا خود نگهبان آن هستم. بدون شک آخوند شیعه به این قرآن و کلام الله متعال ایمان ندارد و آن را تحریف شده می داند و معتقد است که مهدی موهوم آنان قرآنی را که علی رضی الله عنه جمع آوری کرده بود با خود به داخل سرداب برده و هنگام بیرون آمدن از سرداب آن را با خود می آورد. چنانکه در اصول کافی جلد 2 صفحه 343 باب ان القرآن یرفع کما انزل، کلینی با سند خیش روایت کرده که بعضی از اصحاب ابوالحسن به او گفتند فدایت شوم، ما آیاتی از قرآن را میشنویم که در قرآنی که در دسترس داریم و آن را میشنویم وجود ندارد و نمیتوانیم آنگونه که از شما به ما رسیده آن را خوب قرائت کنیم. آیا گناهکار نمیشویم؟ امام فرمود خیر، آنگونه که یاد گرفته اید آن را بخوانید، بعداً کسی پیش شما می آید که آن را به شما یاد دهد. بله سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. برادر عزیز، کل چیز شما را تایید میکنیم، قابل تایید است، راست میگه. ما یک سوال دارم صاحب، امی شیعه ها چرا دارالحفاظ ندارن و یا چرا
حافظای قرآن ندارند در سر تا سر ایران، حتی در افغانستان یک جای ما ندیدیم صاحب یا دارالحفاظ داشته باشند. امیر صاحب میخواستیم برای ما معلومات بتیم که آیا تا قرآن کریم عقیده ندارن، چرا دارالحفاظ ندارن؟ درست، چشم، باشه در این مورد صحبت میکنم. سوال دوم صاحبی که اینا چرا در تکیه خانهشان یا مساجدشان از قرآن سنت صحبت نمیکنن؟ بدون سنت همونطور هر چیزی که ابن شما گفته میرن بدون سنت، و کسی هم از یا پرسان نمیکنه که همین موضوعی را که تو گفتی روی کدام سنت، کدام حدیث، کدام اسناد، چیزی که زمدانشان آمدن تو پفکده میرن و گیرن که فاطمه تو که زینب تو که دیدی قیدی قسم نه از یا دولت ها کسی پرسان میکنه، نه کدام مفتی کسی هست که از یا پرسان کنه از خودشان که تو هم میگه پروی کدام اسناد. درست، باشه در این مورد صحبت میکنیم برادر عزیز. تشکر یک جهان. تشکر از شما، خدا نگهدارتون. عوام شیعه، عامه شیعه یعنی کسانی که از امور دینشون بی اطلاع هستن، همه به همین قرآنی که ما داریم اعتقاد دارن، اما چون که زیاد به این قرآن استناد نمیشه و از این قرآن زیاد تمجید نمیشه و اهمیت بهش داده نمیشه، به خاطر همین خیلی عادی با قرآن برخورد میکنن. علمای شیعه چرا به قرآن اهمیت نمیدن؟ مدارس اینها چرا دارالحفاظ ندارن؟ چرا در همین حوزه علمی قم تا قبل از آیت الله بروجردی اصلا قرآن نمیخوندن؟ در حوزه علمی قرآن اصلا براشون مهم. به خاطر همین مثلا قزوینی رو ببینید آیات قرآن رو چطور میخونه، چون که اصلا آیت الله العظما شده و یعنی در علم رجال هم اگر 2 تا باشه یکیش ایشون است و حافظه کامپیوتری داره و این همه روایات اهل سنت رو جلد فلان صفحه فلان جلد فلان از روی پروژکتور میخونه، اما قرآن خوندن بلد نیست. به خاطر اینکه قرآن براشون اهمیت نداره. چرا اهمیت نداره؟ چون میگن قرآنی که ما در نزدمون هست این قرآن تحریف شده و باطل است والعیاذ بالله، و قرآن اصلی در نزد امام زمان است که با خودش گرفته و از ترس پاره شدن شکمش فرار کرده رفته در چاه جمکران یا سرداب سامرا و 1200 خورده سال است که مردم رو همینطور نالان و سرگردان گذاشته. دلیل ما در کتاب کافی، صحیح‌ترین کتابشون بعد از قرآن، روایت اینجاست: این قرآن الذي جاء به جبرائیل الى محمد صلی الله علیه و آله و سلم 17,000 آیه. قرآن اصلی که جبرائیل برای محمد صلی الله علیه و سلم آورده بود 17,000 آیه بود. راویان این، حالا نگن که راویانش حرف ازشون، راویان این روایت کسانی هستن که راویان امامت 12 امام هستن. اگر این روایت رو بزنن یعنی 12 امامی رو روایتاشو زدن، یعنی روایات امامت رو در کتابشون زدن. به همین مطلب آقای مجلسی در کتابش در مرآت العقول ذکر میکنه. دوستان عزیز نشون بدن این مرآت العقول که در شرح همین کتاب کافی نوشته شده از ملا باقر مجلسی، همون که پدرش چرسی بود حشیش میزد، در کتاباشون آوردن در جلد 12 در رابطه با همین روایت کافی میاره. این روایت موثق است و فخبر صحیح، خبر صحیح است، ولا يخفى ان هذا الخبر و كثير من الاخبار الصحيحه الصريحه في نقص قرآن و تغییره. میگه شکی نداریم که بر پنهان نیست که این خبر و اخبار کثیر، احادیث زیادی که صحیح هست و صریح هست در این که قرآن کم شده و تغییر یافته. و عندي و در نزد ایشون یعنی آقای مجلسی ان الاخبار في هذا الباب متواتره المعنى، متواترت معنی، یعنی احادیثی که در این باب دارن متواتر است. و طرح جمیع یوجب رفع الاعتماد عن الاخبار رأسا، میگه طرح همه این روایت ها سلب اعتماد از این اخبار رو برمیداره. بل ظنی ان الاخبار في هذا الباب لا يقتصر عن الاخبار الامامه فكيف يثبتونها بالخبر. میگه که روایت ها، احادیثی که در باب تحریف قرآن داریم کمتر از روایت های امامت نیست. چطور؟ میگه امامت را از طریق روایت ها ثابت میکنن، همونطوری که امامت رو ثابت میکنن تعریف قرآن هم ثابت میشه. اگر که تعریف قرآن رو رد بکنن پس امامت رو هم باید رد بکنن. این حرف عالم بزرگشون آقای مجلسی در کتاب مرآت العقول است که در شرح کتاب کافی نوشته شده و اکثر علمای شیعه قائل به تحریف قرآن هستند. این دلیلی است که به قرآن اهمیت میده. اما این شرکیات و خزعبلاتی که اینا انجام میدن در حسینی‌ها و در محافلشون،
این دیگه از خودشون بپرسید که چه دلیلی دارن و در صحبت‌هایی که در طول برنامه شد ما همیشه دلیل می‌خوایم از اینا که به چه دلیل این کارو می‌کنیم، فرار می‌کنن از دلیل، چون که دلیلی ندارن برای این کاراشون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يزيح عن القلوب دجى هواها.
نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی، با شما عزیزان هستیم و در این ساعت انشاءالله تماس‌های شما عزیزان را خواهیم گرفت. شماره تلفن برنامه رو عزیزان ما زیرنویس میکنن. از طریق این شماره تلفن میتوانید تماس بگیرید و هم از تلفن مستقیم و هم از طریق واتساپ. شماره‌ای که عزیزان در اتاق فرمان زیرنویس کردن شماره تماس مستقیم برنامه است. البته حتی امثال کاوش و ملحدینی که هستن اونا میتونن تماس بگیرن و در این برنامه شرکت بکنن و پاسخهای کوبنده ما رو دریافت بکنن اگر جرأتشو داشتن. بیننده گرامی بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. انصاری؟ بله بفرمایید. استاد انصاری ببخشید واقعا ممکنه یه ذره وقتتون رو بیشتر بگیرم. استاد عزیز من یک شبهه و یک وسوسه ای دارم همیشه که یعنی میگم وقتی تو نماز وای میستم یا هر کاری که میکنم تا الله متعال به یک گونه یا اسمشو یا مثلا صفاتشو تصور نکنم نمیتونم عبادت انجام بدم. استاد عزیز و واقعا این روزا خیلی به تکلیفم. میشه در مورد این یکم توضیح بدید چگونه الله متعال تصور بکنیم؟ والله الله سبحانه و تعالی خارج از وصف و تصور ما هست. شما هر موقعی که همچین شبهه‌ای در ذهنتون خطور میکنه استغفار بکنید، استغفر الله العظیم و اتوب الیه، و توجه نکنید، چون فکر کردن و تصور کردن اینجور مسائل انسان رو وسوسه شیطان رو در وجود انسان بیشتر میکنه و انسان رو از اون هدف اصلی که عبادت الله سبحانه و تعالی است انسان رو منصرف میکنه. الان در دنیا خیلی چیزهایی است که ما نمیتونیم اون رو واقعیتش و حقیقتش رو پی ببریم. مثلا آفتاب، شما میتونید به طرف آفتاب 1 دقیقه نگاه بکنید با چشم غیر مسلح، مثلا بدون عینک دودی نمیتونید نگاه بکنید. چرا؟ چون قدرت اشعه نور آفتاب بیشتر از توان یک انسان است. همه عصبهای چشم شما اگر 1 دقیقه به طرف آفتاب نگاه بکنید میسوزد و دائم کور میشوید، خدای نکرده. به خاطر همین ما آنچه که از آفتاب میتونیم درک بکنیم نورش هست، انرژیش هست و روشناییش هست. ولله مثل الاعلی. الله سبحانه و تعالی بزرگتر از فهم و درک و گمان ما هست. خاطر همین نباید در این مورد انسان زیاد فکر بکنه. آنچه که در قرآن و سنت اومده ایمان داشته باشید و زیاد فکر نکنید به این مسائل. خب استاد عزیز ببخشید مشکل منم دقیقا همینجاست. وقتی که میگم نمیتونم چهره الله متعال تصور، یعنی اینجوری که نه که بخوام چهره الله متعال نعوذ بالله من ذلک تصور بکنم، نه. ولی وقتی مثلا که به سجده میرم یا میگم سبحان ربی الاعلی، یعنی نمیتونم واقعا، باید یه جوری حداقل صفات اون رو تصور بکنم یا مهربانی الله متعال تصور بکنم. خب تصور بکنید. این گونه تصورات مشکلی نداره. این گونه تصورات مشکلی نداره. بالعکس این خوب است اتفاقا. این گونه تصورات هیچ مشکلی نداره. وقتی شما میگید سبحان ربی الاعلی، علو الله سبحانه و تعالی، بزرگی الله سبحانه و تعالی رو تصور بکنید، چه مشکلی داره؟ اما
تجسیم بکنید، شکل و شمایل الله سبحانه و تعالی رو بخواید در ذهنتون مجسم بکنید، این اشکال داره. اما آیا اگر انسانی دچار این وسوسه ها شد کافر میشه، از دین خارج میشه؟ نه، این طبیعت بشری است. انسان گاهی اوقات شک میکنه، گاهی اوقات تصور میکنه، اما استغفار بکنید. تشکر از شما برادر عزیز. درست دست شما در سلامت باشید. خدا نگهدار شما. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندید. دوستان عزیزی که تماسشون برقرار میشه لطفاً صدای تلویزیون رو ببندید. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، عرض ادب و احترام. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید. استاد این بشر دو پا، من باران این سوالم پیش خودم پیش اومده 100 سال نهایتا عمر بکنیم در این دنیا. الو؟ بله بله بفرمایید. الو؟ بله بله صدای شما داره پخش میشه، بفرمایید. ببخشید 100 سال داخل این آغاز میخوام 100 سال در این دنیا زندگی میکنه، چرا یه همه ظلم میکنه؟ چرا یه همه بیداد میکنه؟ کجا رو میخواد بگیره؟ میخواد چی کار بکنه؟ با خدا در میافته، با عظمت بزرگی خدا داره در میافته. این بشری که اصلا نمیشه بگی وجود داری یه لحظه ای چینا، چرا با عظمت بزرگی خدا در میافتی؟ با کسایی که از طرف خدا مثل پیامبران، مثل به هر حال کسایی که در راه خدا قدم برمیدارن داری در میافتی. بخوای چی رو ثابت کنی؟ به کجا برسی؟ حق یه غول میخورن. حالا به هر حال 4 سوایی هم 4 لقمه بیشتر خوردی، 4 تا. من مثلا پیکان دارم، طرف مثلا الگانس داره، مثلا 2 تا به مقصدی که هم میرسه، حالا 10 دقیقه زودتر اوشون میرسه، 10 دقیقه دورتر. من به کجا بخواه برسن؟ بارهای سوال پیش خودم پیش اومده که کجا؟ به خدای احد واحد من بعضی موقع خودم مشکل پیش میاد، سر میزنم به سجده، خدایا تو بزرگی، تو کریم. من شیعه هستم خودم. فرق نمیکنه برادر عزیز، انسان تو درست کن. بله، انسان موحد باشه، به الله متعال ایمان داشته باشه، شیعه باشه یا سنی باشه، فرق نمیکنه. منظورم میگم از کسایی که به حساب به بزرگتران دین اهانت میکنن، حالا مادر مؤمنین باشه، کسای دیگه باشه، اصلا نفرت دارم. الله متعال حفظتون بکنه. الله متعال حفظتون بکنه. تشکر از شما برادر عزیز. خواستم در دل زیاد بکنم که نمیخوام قصد حساباً سلامت باشید. کسی دیگه خورده باشم. سلامت باشید. سلامت باشید. خدا نگهدار شما. کاش که همه شیعیان مثل شما باشن برادر عزیز. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. بیننده عزیز بفرمایید. سلام، حسن باشید. سلامت باشید، بفرمایید. استاد میگه احمق‌تر کسی نیست. استاد سلام، حسن باشید. سلامت باشید. صدای تلویزیون رو ببندید، با گوشی تلفن صحبت کنید با من برادر عزیز. بس. استاد میگه احمق‌تر از کسی نیست که در وحدانیت خداوند تبارک تعالی فکر بکنه. خداوند تبارک تعالی چیزی که برای انسان ثابت است، خداوند تبارک تعالی پاک است. دست، پا، چشم، تمام چیزی که برای شما ساعت او پاک است. همین سوره قل والله احد مثل طرف بخوند، مثل ترجمهش بخوند، خودش میدونه قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد
ولم یکن له کفوا احد. هیچ کسی از اون نه زایده نه او از کسی زایده، هیچ اصلا. درست. بله اینا عقلشون خوب نیست، فکرشون کثیفه. هیچ کس مثل درباره خداوند تبارک و تعالی فکر بکنه این کفر است، از ایمان خارج می شود. هیچ وقت السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام. تشکر از شما. تشکر از شما. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بله بفرمایید. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما استاد گرامی. اگه ممکنه به یه شبهه خیلی خیلی سخت پاسخ بدید. خیلی خیلی سخت؟ شما بگم آره خدمت شما بگم آیا خداوند فلسطینی ها رو با بخشیدن سرزمین آبا و اجدادیشون به بنی اسرائیل ذلیل کرده یا نکرده؟ پیرامون آیه 21 سوره مائده توضیح بدید. آیه 21 سوره مائده. منظور شما از ذلیل کردن اهل فلسطین یعنی چی؟ یعنی چی کار کردن؟ یعنی همین سرزمینشون دیگه اومده به یهودی ها داده، همون موقعی که داده که دستور داده شما برید فلسطین سرزمین مقدس رو بگیرید، حاکم باشید شما، فلسطینی ها هم محکوم باشن. فلسطینی ها که همونجا ساکن بودن. باشه در این مورد صحبت میکنیم. در این مورد صحبت میکنیم. در این مورد صحبت میکنیم. تشکر. ممنون. ببینید آیه 21 سوره مائده که الله متعال به بنی اسرائیل میفرماید که یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین. الله متعال میگه به موسی امر میکنه که به قومش بگه ای قوم من به سرزمین مقدس که الله برایتان مقرر کرده است وارد شوید و به پشت سر خود باز نگردید و یعنی عقب نگردید، فرار نکنید که زیانکار خواهید شد. اولا سرزمین مقدس در اینجا خب روایت های مختلفی است. بعضی از روایت ها میگن که این سرزمین سینا هست، همین صحرای سینایی که فعلا در مصر وجود داره و مأمور بودن که در این منطقه باشن و در اینجا زندگی بکنن و الله سبحانه و تعالی غذا براشون میفرستاد، من و سلوا که در قرآن کریم ذکر شده. اما اینها اومدن یک سری خواستهای دیگری رو مطرح کردن، گفتن که ما نمیدونم عدس میخوایم، ما پیاز میخوایم، ما آرد گندم میخوایم، یعنی خواستهای دیگری رو مطرح کردن. الله متعال فرمود که برید وارد شهرها بشید و این خاری و ذلت رو الله سبحانه و تعالی بر جبین شما یا در تقدیر شما می نویسد. در این مورد تفاسیر مختلفی است. بعضیا میگن این سرزمین سینا بود که در اونجا مستقر شدن، اما اینکه وارد مثلا فلسطین بشن و ساکنین اصلی فلسطین مردمان بدی باشن، همچین برداشتی هیچ کس از این آیات قرآنی نکرده. ببینید مشکل فلسطین مشکل امروز و دیروز و 10 سال و 20 سال پیش نیست. مشکل فلسطین از اوایل قرن 18 شروع شد. اوایل قرن 18 میلادی، یعنی چیزی در حدود 175 سال پیش تقریبا مشکلات شروع شد. از اون زمان که یهودی‌ها تصمیم گرفتن که آهسته آهسته مهاجرت بکنن به این سرزمین و در اینجا مستقر بشن. در اواخر قرن 18 با ضعیف شدن خلافت عثمانی و جنگ‌هایی که در ماحول امپراتوری عثمانی رخ داد و جنگ جهانی اول، بعد از اون جنگ جهانی دوم، خلاصه همه اینها سبب شد که به مرور زمان دولت خلافت عثمانی ضعیف بشه و یهودی‌ها تحت یک رهبری و قیادت قوی که با پشتوانه مالی قوی از طرف کشورهای استعماری تمویل می شدن، شخصی به نام هرتزل قیادت اینها رو به عهده داشت و
تا هنوز هم این شخص یک شخص مقدسی است، یعنی در سرزمین های اشغالی. حتی جزء پروتکل های استقبال مثلا سران کشورها در اسرائیل اگر ببینید باید بره سر قبر این شخص و یک دسته گل بگذاره. این شخص تحت رهبری این شخص اومدن سرزمین های فلسطین رو خریدن. من در یکی از برنامه نشون دادم که یکی از اشخاصی که در خرید سرزمین های فلسطینی از مسلمانان و فروختنش به یهود نقش داشت یک شخص شیعه رافضی ایرانی است و به مرور زمان اینا زمین خریدن، خانه خریدن، در اونجا ساکن شدن و در این شکی نیست که تعداد زیادی از فلسطینی‌ها هم در این سهلنگاری نقش داشتن و در این هم شکی نیست که همه فلسطینی‌ها مجاهد نیستن. همه فلسطینی‌ها برای آزادی، برای رهایی از ظلم و ستم صهیونیست‌ها جهاد نمی‌کنن. امروز تعداد اندکی در نوار غزه می‌بینیم که در مقابل اسرائیلیا این همه مقاومت کردن، اما شهرهای دیگری هستن که در امن و امان به قول خودشون نشستن و اصلا براشون مهم نیست که در غزه چه اتفاقی میفته. اما طوری که الله متعال در قرآن کریم می‌فرماید که خیلی از مصیبت‌ها که برای انسان‌ها میآید به خاطر اعمال خودشون هست، در این که در بین فلسطینی‌ها فسق، فجور، فحشا، منکرات، چه در بین فلسطینی‌هایی که در داخل سرزمین‌های اشغالی هستند، چه کسانی که در خارج هستند وجود دارد، در این شکی نیست. و در این که در داخل سرزمین‌های اشغالی خیلی از فلسطینی‌ها هستند با اسرائیلیا همکارند، هیچ مشکلی هم با اونها ندارن. اما این گروه اندکی که امروز در غزه در مقابل صهیونیست‌ها مقاومت می‌کنن و حماس و جهاد اسلامی مجاهدینی که در این منطقه هستند، اینا هستن که در مقابل ظلم و ستم صهیونیست‌ها دارن مقاومت می‌کنن. اما مثلا تشکیلات خودگردان فلسطین، اونها فلسطینی هستن، اما یک مشت نوکر خودفروخته اسرائیل و آمریکا. همه نقش دارن. خود فلسطینی ها در این بدبختی نقش دارن، عرب ها نقش دارن، همه امت اسلامی نقش دارن در این بدبختی و هر کس به اندازه استطاعت خودش وظیفه داره در قبال ملت مظلوم فلسطین. و این آیه‌ای که شما ذکر کردید ربطی به یعنی مردم فلسطین فعلی به نظر من نداره، هیچ ارتباطی با این قضیه نداره. حالا کی به شما اینو گفته من حقیقتش نمیدونم. تشکر میکنم از شما بیننده عزیز. بیننده گرامی بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد میخواستم درباره همین شیعه های رافضی کمی صحبت کنم، درباره عقیده هاشون. بفرمایید. بسیار اینها بر ما اهل سنت بسیار تهمت میزنن، حقارت میکنن. آیا میشود که همین ها را یگان کسی در یگان چی دادگاه همین ها را یک مجازات کنه، چی کند برای اینکه تمامی چی ها را صحابه ها را کافر میدانه، اینا حقارت میکنن، حتی با تمام مقدسات اسلام اینها چی میکنن؟ درست. تهمت میزنن، مقدسات ما را پس میزنن. حتی میگن همین آنهایی که غیر شیعه هستند، آنها من عذر میخواهم لیکن این عقیده آنها همین گپ‌ها رو میگویند. آنها میگویند آنهایی که غیر شیعه هستند آنها حرامزاده هستند میگویند. درست. همین های من میخواستم گویم که شاید که اینها شیعه های رافضی شاید که مسلمان هم نباشن آنها. درست. باش در این مورد صحبت میکنیم برادر عزیز. مایل سلامت باشید. تشکر از شما. زنده باشید.
دوستان عزیز، این که در مورد توهین و اهانت هایی که میکنن بر علیه اینا مثلا شکایت بکنیم. ببینید در کشورهایی که شما مثلا بعضی از اینا وجود دارن که در اونجا توهین میکنن، اهانت میکنن، خاصا در کشورهای اروپایی خیلی راحت میشه در دادگاه شکایت کرد از اینها. اما این شکایت و این اصل این بدبختی و مشکلی که در این جماعت وجود دارد، این نشأت گرفته از دینشان است. در هفته گذشته من به یک از دوستان گفتم که توهین و اهانت کردن، غیبت، بهتان بستن به مخالفین جزء فضایل اعمال است در مذهب اینا. خندید. الان به این کتاب نگاه بکنید دوستان عزیز، مصباح الفقاهه فی المعاملات از آیت الله خویی است، یکی از مراجع بزرگ اینها. طبیعتاً در اصل مذهب اینها این مسئله وجود دارد. در این صفحه ببینید، در صفحه 498 میگه که الوجه الثانی ان المخالفین باجمعهم متجاهرون بالفسق لبطلان عملهم رأسا كما في الروايات. میگه مخالفین ما همه چی هستن؟ فاسق هستن به خاطر بطلان عملشون. یعنی من که مخالف شیعه‌گری باشم، مخالف رافضه‌گری باشم، نماز من، روزه من، زکات من، اعمال من فایده ای نداره. و این التزموا بما هو اعظم من الفسق. اینا اگر که انسان‌های به اصطلاح التزام به دینم باشن، اما فسقشان بزرگ است. وجه سوم میگه که المستفاد من الآیات و الروایات و تحریم غیبت الاخ المؤمن من البدهی ان الاخوه ولا اسم بیننا و بین المخالفین. میگه که طبق آیات و روایات غیبت حرام است، لکن غیبت کی؟ غیبت برادر مؤمن. برادر مؤمن یعنی کی؟ یعنی شیعه رو نباید غیبت بکنه. اما مخالفین فلا اسمت بیننا و بین المخالفین، بین ما و بین مخالفین هیچ اسمتی وجود ندارد، یعنی هیچ حرمتی وجود ندارد. و هذا هو المراد ايضا من مطلقات اخبار الغیبه ولا من جهه العمل المطلق على المقید لعدم تنافی بیننا و بینهما بل لاجل مناسبه الحكم والموضوع. به خاطر همین اسمیه که غیبت مؤمن است، یعنی شیعه. غیر شیعه حرمتی نداره، میتونی غیبتش بکنی. الوجه الرابع میگه القیام سیرت المستمر بین عوام شیعه و علمائهم على غیبت المخالفین. علما و عوام شیعه میگه که این سیرتشون بوده، عادتشون بوده که غیبت مخالفین جایز است، بل سبهم، بلکه فحش دادنشون هم جایز است، و لعنهم، لعنت کردنشون هم جایز است، فی جمیع الاعصار والامصار، در هر زمان و در هر مکان. بل فی الجواهر ان الجواز ذلك من الضروریات، بلکه در کتاب الجواهر گفته که نه تنها جایز است بلکه از ضروریات است. ضروریات مذهب این است که مخالفیتون رو چیکار بکنید؟ بهشون غیبتشون رو بکنید، فحش بدید، ناسزا بگید. در جای دیگه میگه که المراد من المؤمن هنا من آمن بالله و برسوله و بالمعاد و بالائمه الاثنا عشر. میگه مراد از مؤمن که غیبتش حرام است کی است؟ کسی است که ایمان به الله و به رسول و به روز آخرت و به امامان 12 گانه داشته باشد. در اینجا در صفحه 497 میگه که این ائمه 12 کی است؟ اولهم علی ابن ابی طالب و آخرهم القائم الحجه المنتظر عجل الله فرجه و جعلنا من اعوانه و انصاره و من انکر واحدا منهم جازت غیبته لوجوه. میگه اگر کسی آمد یکی از این امامان 12 گانه رو انکار کرد، غیبتش جایز است به دلیل اول انه ثبت في الروايات والادعیه و زیارات، در روایت، در احادیث شیعه و دعاها و زیارتهای شیعه، جواز لعن المخالفین، لعنت کردن مخالف جایز است، و وجوب براءت منهم، از آنها براءت جستن واجب است، و اکثار صب علیهم، زیاد اونها رو فحش بدهید، و اتهامهم، اونها رو متهم بکنید. یعنی یک کاری رو نکردن شما اونو متهم بکنید، دزدی نکردن بگید دزدی کرده، زنا نکرده بگید زنا کرده.
والوقیت فیهم ای غیبتهم، یعنی غیبتشان رو زیاد بکنید. لانه من اهل البدع و الریب، چون که اونا از اهل بدعت و شک هستند. بل لا شبهة فی کفرهم، بلکه هیچ شبهه‌ای وجود ندارد که اونها کافر هستند، یعنی مخالفین شیعه کافر هستند. لأن انکار الولایه والائمه حتی واحد منهم، به خاطر اینکه انکار ولایت و امامت حتی یکی از امامان و الاعتقاد به خلافت غیرهم، و اعتقاد داشتن به خلیفه بودن غیر آنها، و بالعقائد الخرافیه کالجبری و نحوه یوجب الکفر و الزندقه، که عقیده خلاف امامت داشته باشد، عقیده جبریه داشته باشد، اینها سبب کفر و زندقه میشه. و تدل علیه الاخبار المتواتره الظاهره فی کفر منکر الولایه، اخبار متواتر یعنی روایت های متواتر شیعه و ظاهر این روایت ها ثابت میکنه که منکر ولایت یا همون ائمه 12گانه حتی یکی از آنها سبب چی می شود؟ کفر می شود. و الکفر المعتقد بالعقائد المذکوره و ما یشبهها من الضلالات، و این کفر اعتقادی است، مرتبط با عقاید است و این از جمله کفار است. و در روایت دیگر میگه که و من جهدکم کافر، کسی که یکی از شماها رو انکار بکنه یعنی امامان رو کافر است. و من وحد قبل عنکم انه من لم يقبل عنكم لم يوحده بل هو مشرك بالله، کسی که یک نفر از امامان را، یعنی وحدانیت امامت، یعنی یک وحدانیت خاصی دارن، یک توحید خاصی دارن. این توحید چه معنی؟ یعنی 12 تا امام رو تو باید قبول بکنی که اینها ائمه هستن، این وحدانیت امامت هست. اگر یکی از اینها رو انکار کردیش میشی مشرک. و فی بعض الاحادیث الوارده فی عدم وجوب قضاء الصلاة علی مستبصر، و در بعضی از روایت میگه کسی از اهل سنت اگر شیعه بشه نمازهای گذشتهش رو نباید قضا بکنه. چرا میدونید؟ چون که کافر بوده مسلمان شده. چون که کسی که کافر بود مسلمان شد دیگه نماز قضایی به جا نمیاره، چون که وقتی کافر بود اصلا نماز بر او واجب نبود. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. الو، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد انصاری سلامت باشید. زنده باشید. ممنونم. استاد انصاری، سید روح الله خمینی شخصی بود که در اول شورش ننگین سال 1357 اعلام جهاد کرد بر 3 تا از بزرگترین مناطق مسلمان نشین کشور ایران. بله. کردستان، جنوب ایران و در بین ترکمن ها. درست. ولی متاسفانه امروز کسانی هستند که خود رو امام و پیشه های مردم میدونن. یعنی من بهشون میگم امامان جمعه گماشته شده از سوی این حکومت طاغوت شیعیان، یعنی حقیقتا اینطور هستن. و در خطبه نماز جمعه به مردم میگن که رهبر فقید. آیا واقعا چنین جنایتکاری فقید بود؟ آیا واقعا این انسان از ترسش این رو میگه؟ و آیا واقعا این انسان به حدی ترسیده یا مرگ اون رو تهدید کرده که باید الا بالله به این جنایتکار بگه فقید؟ خب تنها این نیست، ما دیدیم که واقعا این چنین اشخاص این کسانی که واقعا گماشته شده هستن، این کسانی که واقعا به خاطر 2 روز دنیا، به خاطر چیزی که از طرف این حکومت جنایتکار میگیرن مجبور هستن دیگه در مسیر افتادن که واقعا باید به شاخ و بال این حکومت تعریف بکنن، تمجید بکنن، در جلساتشون حضور پیدا بکنن، مردم رو تشویق بکنن برای حضور در انتصاباتشون. من که باور دارم این خیانت، یعنی خیانت بالاتر از این وجود نداره. زیرا که نگاه کنید این رژیم اگر 1 دقیقه به عمرش افزوده بشه، در فاصله این 1 دقیقه فقط خدا میدونه که چقدر مسلمان کشی میکنه، چقدر فرزندان این مادران و این پدران مؤمن رو در زندان شکنجه میکنه و خیلی جنایت دیگه که واقعا شما دیگه میدونید، یعنی واقعا علم دارید به این موضوع. این منظور اینه که واقعا ما مسلمان امروز چرا بایستی دنبال روی چنین اشخاصی باشیم؟ چرا بایستی این اشخاص رو بزرگ بکنیم، لقب شیخ الاسلام بهش بدیم، لقب مولوی فلان رو بهش بدیم؟ برای من فرق نمیکنه هر کسی باشه. اگر شخص پدر من باشه، واقعا من میگم این منافقه، این واقعا دروغ میگه، این واقعا برای 2 روز دنیا داره
مردم رو، مسلمانان رو به دست این جنایتکاران به کشتن میده. من واقعا میخواستم این موضوع رو در برنامه شما مطرح بکنم، چون که واقعا میفهمم هر دقیقه‌ای که هر کس تلاش بکنه عمر این رژیم افزایش پیدا بکنه، تو همین دقیقه سبب فلاکت و بدبختی این مردم شده. گوییم که در این 46 سال این مردم یک روز خوش به واسطه حاکمیت این طاغوتیان که خود رو منسب به شیعه امام علی میدونن ندیدن، جز بدبختی و جز فلاکت. ولی متاسفانه امروز اشخاصی اومدن در لباس مسلمانان کاری میکنن که مردم فریب این جنایتکاران رو بخورن. و من این از این نظر واقعا تأسف میخورم، چون که وظیفه ما مسلمانان است که مردم رو روشن بکنیم. لااقل اگر نمیتونیم سخن بگیم، ساکت باشیم، برای ما خیلی بهتر است تا اینکه بیایم در منبر رسول الله صلی الله علیه و بگیم این رهبر فقید. این رهبر یا جنایتکار بود یا فقید بود، از این دو حالت خارج نیست. اون جنایت کرده و آثار جنایتش هم بله. زنده باشید. تشکر از شما برادر عزیز. الله مطالب سن کنه. خواهش میکنم. ممنون از فرصتی که به من دادید. سلامت باشید. الله مطالب سن کنه. تشکر. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تعدادی از عزیزان شیعه کامنت زدن که منظور از این روایتی که خوندن در مورد مخالفین، گفته منظور از مخالفین اینجا خوارج و نواصب است، و دوست دیگری هم نوشته که منظور نواصب است. دوستان عزیز، اینها یا خودشون رو فریب میدن یا که میخوان سیاه‌نمایی بکنن. الان من این کتاب من لا یحضر الفقیر رو خدمت شما که جزء کتب اربعه است، یعنی کتب اربعه در نزد شیعه دیگه کأنه وحی منزل است، یعنی انکار کتب اربعه یعنی چیزی به اسم مذهب شیعه وجود نخواهد داشت. دوستان نشون بدن من لا یحضر الفقیر، اینم صفحه بعدش و اینم اینجا. بله، در صفحه 621 این روایت رو در اینجا بخونید. در مورد مؤمن از امام باقر پرسیده میشه که مؤمن، عورت مؤمن علی مؤمن حرام است. خلاصه میخواد بگه مؤمن کی است. فقلت له ارایت من جهد الامام منکم ما حالو. اگر کسی امامی از شماها رو انکار بکنه، همه اهل سنت امامت رو انکار میکنن، هیچ کس از اهل سنت قائل به امامت ائمه 12گانه نیست. ما حالو؟ فقال، جواب داد امام باقر چی میگه؟ من جهد اماما بری من الله و بری منه. کسی که امامی رو انکار کرد، الله از او بری است و او از الله بری هست. و من دینه، و از دین الله بری است. و هو کافر مرتد عن الاسلام، کافر است، مرتد است از اسلام. لأن الامام من الله، به خاطری که امام جانب الله است. و دینه دین الله، دین الله است. و من بری من دین الله فهو کافر، کسی که از دین الله براءت جست او کافر است. و دم او مباح فی تلک الحال، خونش هم مباح است. الا ان یرجع و یتوب الی الله عز وجل مما قال، الا که برگرده و توبه بکنه. تشکر دوستان عزیز. و مثل این روایت ها فراوان در کتب اینها وجود داره که منظور از مخالفین کیا هستن. در کتاب روضة المتقین از ملا تقی مجلسی، پدر ملا بقر مجلسی، در صفحه 23 جلد 5 در اینجا میگه که و رواه الکلینی فی الحسن که صحیح، در یک روایت حسن که صحیح، مانند صحیح از ابی عبدالله روایت است. ایحج رجل عن الناصب، یک شخص میتونه از یک ناصبی حج بکنه. ای غیر اثنا عشری، ناصبی در نزد شیعه به چه معنی است؟ یعنی غیر اثنا عشری او سنی، یا یک سنی. اینا رو ما ننوشتیم در کتاباتون، اینا رو خودتون نوشتید، علماتون نوشتن. او المعادی لاهل البیت، ناصبی باشه، غیر اثنا عشری باشه، سنی باشه، یا دشمن اهل بیت باشه. فإن الجميع كفار ولا ينتفعون بعبادته ولا يجوز السعي في التخفيف العذاب عنهم أيضا بل يستحب اللعن عليهم. میگه که همه اینها غیر اثناعشری، ناصبی، سنی، دشمن اهل بیت، همه اینها کافرن. عبادتهاشان فایده‌ای به حال آنها نمیرساند. ما نباید تلاش بکنیم که عذاب اونها رو کم بکنیم، بلکه مستحب است که آنها را لعن بکنیم. بعد
مثلا میاد شیعه بیاد بگه که نه والله این منظور ناصبی است و منظور مخالفین است و منظور خوارج است. یعنی کی رو میخواید شما فریب بدید؟ در این عصر علم و تکنولوژی کسی رو نمیشه فریب داد. همه کتاب باور کنید من در مورد این که در نزد علمای شما ناصبی یعنی سنی کافر است، سنی خونش مباح است، بخواید روایت بیارم بیش از شاید 1000 تا صفحه اسکن شده از کتاب‌های خودتون دارم. نه تنها در مورد عموم اهل سنت، حتی در مورد همه ائمه اهل سنت مانند امام ابو حنیفه مثلا. امام ابو حنیفه اینجا مثلا این صفحه رو اینجا خدمت شما نشون، المحاسن نفسیه فی اجوبة المسائل الخراسانیه. در اینجا میگه که کسی که صیغه رو حرام بدانه چی است؟ میگه که ناصبی است. لأن المعلوم من مذهب اهل النسب تحریم المتعه، چرا که ناصبی ها صیغه رو متعه رو حرام میدونن. و هذا كله من باب التخفيف والرحمه بالعباد من الى آخره. در اینجا وعلى أنك قد عرفت سابقا أن ليس الناصب إلا عبارة عن تقديم على علي عليه السلام. میگه ناصبی تنها به معنی این نیست که غیر علی رو بر علی مقدم بدانه. و غیره سوا علنت بالعداوة لهم ولشیعتهم، یعنی تنها مقدم دانستن غیر علی بر علی تنها این ناصبی نیست، همه مخالفین رو اینها چی میدونن؟ ناصبی میدانن. تشکر دوستان عزیز. در همین کتاب المحاسن النفسیه فی اجوبة الخراسانیه صفحه مسئله 6 صفحه 147 و اقتضت العاده به بل اخبارهم علیهم السلام تنادی، میگه روایت های اهل بیت علیهم السلام فریاد میزند به ان الناصب هو ما یقال له عندهم سنیا. ناصبی کی است؟ سنی است. ولا کلام فی ان المراد بالناصبة فیه اهل التسنن الذين قالوا ان الاذان راه ابی ابن کعب الی آخره. و در اینجا مراد به ناصبی کی از اهل سنت هست. هیچ حرفی وجود نداره، هیچ شکی وجود نداره که مراد به ناصبی اهل تسنن هست. دیگه واضح تر از این دیگه علمای خودتون میگن، بعد شما بیاید انکار بکنید بگید نه مراد خوارج و نواصب بوده. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. باز آخر برنامه زنگ زدید شما؟ استاد تقریبا 20 دقیقه میشه دارم زنگ میزنم نمیشه دیگه. بفرمایید. خب جناب استاد من اگه اشتباه نکنم لهجه افغانی گپ بزنم، اگه اشتباه نکنم استاد یک بار در یک برنامه گفته بودین شیعیان خوب. منظور از این حرف شما چی است؟ شیعیان خوب کدام مردم رو میتونیم بگیم؟ اگه اشتباه نکنم فکر کنم چنین حرفی زده بودین استاد. مگه ما سنی خوب بد نداریم؟ چرا داریم، اما شیعه استاد باز عقیده‌اش فرق میکنه. ببینید ما در بین شیعیانی داریم که در مسائل توحید و اعتقادی از بسیاری از اهل سنت بهترن. در فروعات دین میگی تفاوت در اعتقاداتشون یعنی موحدن. حتی در بین علمای شیعه مثلا ما یک کتابی داریم به نام اعلام الاصلاح والاعتدال، فکر کنم به فارسی هم ترجمه شده این کتاب. در این کتاب 10 تا از علمای شیعه رو سیرتشون در اونجا هست که حتی از علمای معاصرشون مثل آیت الله غروی، مثل آیت الله اصفهانی، مثل آیت الله خوئینی، آیت الله خوئینی، مثل آیت الله برقعی، مثل حیدر علی قلمداران، مثل آیت الله شریعت سنگلجی. یعنی آیت الله شریعت سنگلجی من همینجا اگر که سرچ بکنم آیت الله شریعت سنگلجی رو کتابشو برای شما بیارم، به نام توحید عبادت یک کتابی داره. آیت الله قلمداران یک کتابش
کتابش خواندم استاد اگه اشتباه نکنم خلافت و امامت بود از قلمداران. بله این دوستان اگر نشون بدن این رو، این من اینجا نوشتم آیت الله شریعت سنگلجی این شخص است از علمای معاصر شیعه است و ایشون مرجع تقلید است. کتابی داره به نام توحید عبادت. در کتابخانه قلم یا کتابخانه عقیده می توانید این کتاب رو پیدا بکنید. کتاب توحید، بله همینجا براتون پیدا کردم، خدا کنه که این صفحه باز بشه. بله کتاب توحید عبادت، نویسندهش آیت الله شریعت سنگلجی است. دوستان این صفحه رو نشون بدن. کتاب توحید عبادت، نویسنده شریعت سنگلجی. در این کتاب دقیقاً یعنی فکر بکنید که عقیده‌ای که آیت الله شریعت سنگلجی در مورد توحید داره مانند عقیده محمد بن عبدالوهاب رحمت الله علیه است در باب توحید. یعنی ایشون هرگز اعلان نکرد که من سنی شدم. یکی از مراجع شیعه بود و در توحید کتاب داره. حتی اینجا کامنت هم کردم در یوتیوب، میتونید ببینید. و مثل این تعداد زیادی از علمای شیعه بودن که در باب توحید، در باب حتی مثلا شما امین آیت الله مرتضی مطهری یکی از به اصطلاح اعضای انقلاب خمینی بود و ایشون کتابی دارد به نام شهید جاویدان فکر کنم در رد شبهات شیعیان در مسائل عاشورا، یعنی در مسائل خرافات و شرکیاتی که در عاشورا وجود داره. ایشان کتاب به خاطر همین کشتنش و آیت الله مرتضی مطهری رو خود نظام کشت، خود هواداران خمینی کشتن. آیت الله اصفهانی کتابی دارد به نام عصای موسی در رد شرک و خرافات شیعیان، از جمله آیت الله های بزرگ ایران بود و از علمای معاصر ایران بود. همین چند سال قبل فوت کرد. کتابی داره به نام عصای موسی. یعنی همه اینها شیعیان خوب بودن به نظر من. یعنی استاد اینا صیغه قبول نداشتن، تعریف قرآن قبول نداشتن، نماز 5 وقت می‌خواندن. یک چین آدمای حتی خمینی نماز 5 وقت می‌خواند. فتوای خمینی این است که نماز صحیح 5 وقت است. حتی خمینی در یعنی اعتقاد خمینی بر این است که نماز 5 وقت درست است. درست است خمینی در خیلی مسائل دیگری دارد، کفریات و شرکیات و خزعبلات دارد، اما خیلی از علما و مراجع شیعه نماز رو 5 وقت میخونن، چون میگن نماز 5 وقت خوندن دقیق است، صحیح است. ولی ما اهل سنت با اهل یکی که خمینی اگر فکر نکنم در یک کتابی در مسائل شیعه اشتباه نکنم. دقیقاً بله. و اینجا میخوام یک جمله به ایرانی بگم. جناب استاد، یک بچه میاد، به قول خودتون یه توله میاد، یک انسانی رو تحدی میکنه، منظورم از استاد پردل هست، یک آدمی رو تحدی میکنه که این شیخ پردل خدا حفظشون کنه اندازه عمر اون آدم تبلیغ اسلام کرده، اندازه عمر اون بچه تبلیغ اسلام کرده، بعد تو میای یک کسی که اندازه بابات هست تحدیش میکنی. تو خودت چی فکر کردی؟ ما اهل سنت چمون شده انگار ما مردیم، ما هیچی نیستیم، این میاد هر چی تحدی کنم، من هر چی بگم همون میشه. بله. احمد تو به سن به قیافت ببین، اصلا خودتون چی فکر کردین؟ امید از پیام شما برسه. تشکر. یکی استاد یه دقیقه استاد بزرگ، یکی موضوعی از این بچه دوله و یکی هم موضوعی که در برنامه قبل بعد تماس ما یاد کردین، موضوعی کاوش حیوان صفات ابن میمون. یک جمله از او را خواندین جناب استاد، با والله قسم که من فکر کردم با خودم برخورد با خودم گفته شده، او احمد حیوان صفات ابن میمون شما را بی‌ناموس خطاب کرد. خواهشاً جناب استاد این جملات نخوانید، با والله قسم من فکر کردم برای من گفته شده این جمله. نه بذارید مردم ببینن که اینا ادب و اخلاقشون تا کجا هست. یعنی شما فکر کنید با کسی که هنوز با تو بحث نکرده، با تو تا هنوز مناظره نکرده، هنوز وارد صحبت نشده، این گونه فحاشی بکنه. حالا با این انسان مثلا شما بشی مناظره بکنی، در اون موقع چه خواهد گفت؟ بگیم استاد بعد ما رو بگه این اخلاق محمدی است. اگر خودتون بعد بگید ما بگیم اخلاق میمونی است دیگه، اخلاق شادیگری است. درست. میای نه علمیت تو صفر است و از دوستان آبادم خواهش میکنم، از همه دوستان ایرانیان عزیز، فارسی زبانان، افغان و تاجیکان در لایف ها اینا نرین.
آقا نرین لطفا در لایف اینا، نری بیادرها در لایف اینا. این میای یک دو تا مزخرف یاد گرفتن، هیچ چیز دیگه یاد نداره. از همون ویدیویی که شما نشر کرده بدون استاد میگه در دانشگاه کامبریج سنت پترزبورگ، در اینجا ما فارغ شدم. احمق در اونجا سنت پترزبورگ کامبریج میگن اونجا نمایندگی داره، تو میگی در کل روسیه نداره. در کل روسیه یک مهد کودک است. مهد کودک کودکایی که تا 5 سال و 6 سال اونجا میرن گلبازی میکنن، به اصطلاح افغانا ساتیری میکنن. یک مهد کودک است. حالا من نمیدانم که این مهد کودک فوق لیسانس و ماستری میدهد یا نه. مهد کودک فارغ شده باشه استاد. شاید. اونجا مقصدش باشه. شاید. تشکر از شما برادر عزیز. دوستان میگم دیگه در لایف های از این ندین یا علمیتشون صفر است. اگر اینا دنبال حقیقت باشن به هر کس، استاد انصاری باشه و استادا دیگه به هر کدومشون برنامه لایو داره زنگ میزنه، آقا اینی گپ شما اینجا اینی رقم گفته قرآن شاه براشون روشن میکنه. بعد اسمش گذاشته فریدنکر. یک واقعا به می اسمش من خنده کردم جناب استاد بزرگوار. درست. زنده باشید برادر عزیز. و کوتاه یک سوال کوتاه دارم استاد بزرگوار. در آیت 55 سوره مائده که در یک آیت است میگن که حضرت علی در حال رکوع انگشتر خودش داد. امیر رافضی اداره دارم استاد. من میخوام در همین موقع استاد بزرگوار بفهم که حضرت علی چقدر سرمایه داشت. آیا همین شرایط زکات داشت؟ یعنی خیلی از ما علمیت داریم مثلا ما شرایط زکات نداریم. در این حالت حضرت علی چقدر سرمایه داشت؟ آیا شرایط زکات داشت یا نداشت؟ دیگه از حضورتان مرخص میشه استاد بزرگوار. من خوشحال شدم هم کلام شدم. سلام باشید. خدا حفظتان کنه جناب استاد. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. کتاب رو اینجا خدمت شما عزیزان معرفی میکنم. این کتاب به عنوان پیشگامان تصحیح و اعتدال و روش و دیدگاه های آنان. این کتاب رو حتما دوستان مطالعه بکنن. تعداد زیادی 10 نفر از علما و مراجع شیعه که شیعیان خوب بودن، مخالف خرافات و خزعبلات و رافضه‌گری بودن، در این کتاب جمع‌آوری شده سیرتشون. این کتاب رو حتما مطالعه بکنید. یک بار دیگر من این صفحه رو خدمت شما عزیزان نشون بدم. این پیشگامان تصحیح و اعتدال، روش و دیدگاه های آنان، نویسنده خالد البدیوی، مترجمم شیخ اسحاق دبیری رحمت الله علیه. تعداد زیادی از علمایی که این کتاب چاپ هم شده، البته پنهانی در ایران هم چاپ شده. این رو می توانید از سایت کتابخانه عقیده یا کتابخانه قلم هم دریافت بکنید. و کتاب عصای موسی که آیت الله نجفی اصفهانی هم نوشته این کتاب رو، نعمت الله صالحی نجف آبادی اصفهانی. این کتاب عصای موسی هست. اینو از طریق اینترنت میتونید این رو بخرید و قبلا نسخه از این کتاب وجود داشت در کتابخانه عقیده. حالا نمیدونم شاید دوستان این رو حذف کردن. و ایشون یکی از پیشگامان تصحیح و اعتدال بود در مذهب شیعه و مثل اینها زیادن. یعنی شما آیت الله سید ابوالفضل برقی رو برید کتاباش رو بخونید. تفسیری داره به نام تابشی از قرآن، میتونید در سایت عقیده پیدا بکنید. کتابی داره در مورد خلافت و امامت و مسائل مختلف. یعنی همه اینها اعتقاداتشون اعتقادات معتدل و اعتقادات درست بود. به پایان وقت برنامه رسیدیم. عزیزانی که پشت تلفن ماندن و نتونستیم پاسخ بدیم، انشاءالله در روز جمعه در برنامه زنده در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و کلا روز جمعه به تماس‌های شما عزیزان پاسخ میدیم. حتی عزیزانی که در این برنامه شبهاتی داشتن، حرفایی برای گفتن داشتن و فرصت پیدا نکردن، میتونن در برنامه زنده روز جمعه تماس با شما که از ساعت 6 به وقت مکه مکرمه شروع میشه در صفحه یوتیوب ندای حق میتونید مهمان برنامه ما باشید. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر همه شما عزیزان را به الله متعال میسپارم. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعاني